زاری کرمانجی دەنگ و باس بۆ چوونی جیاواز. سلام بینرانی پیجی زاری کرمانجی ام کاته و همو کاتتان باش به خوشحال جاری دیگه لبرنامه پیشمرگه به یوی خوشویز گشنه بله خوشویستان با ام برنامهش میوانداری پیشمرگه یکی دیگه قهرمان مان کردوه اوش لیوا حمید ارگوشیه که لسالی 1947 لدایک بوه و لسالی 1961 لبیداتی شورشی مزنی ایلول برابراتی بارزای نمر بوتا پیشمرگه و چکی شرفی کردوتشان. خال حمید ام به خوشحالین که تو افرو استودیو رادیو زاری کرمانجی زور ممنون سپاس یا گوتیم موفق بن یا ربی. زور سپاس. خال حمید اگر کرتی که در سر جیان خود خو خال حمید کیال سال چند دل دای بوا ما گفت سال 1947 او یکی تو بوا پیشمرگه کی بوا پیشمرگه از شستویی که بله هشتا شورش دست به نکرده بود. شورش ایلوله بله دست به کی بس پایشتا نکرده بود یعنی شستویی که بله ما امروزی بود مخفر ارگوش شلینین ارگوش بود ضابطه کاد بود نوع معاونی هاد بود کدا سپیدی مخفر ارگوش بدشید بود هنگی ارگوش بود هنگی ماهتون که ارگوش بود نه بله ملا مصطفی هنگیل اوری بود اوری بود جالی بود بس پا اوری هستی بود بله ما دست هوتی ما گوت امد شلینین بله 6 شرطه دوان تنظیمی بود پارتی بود بله دستی اون گلمه دا بود گوت اگر اورو که نشلین سپیدی دیبن مخفری بله دانه ایوار بود ما دست هوتی ما مخفره شلاند بله هندک معارض بود ما گیرت نو ما کرنه جور جمهوره هنگو چند بود هنگ چند پیشمرگه بود بیراده در اگر بیراده والله هم تقریبا 20 نفر هنگ خلکی گند بود خلکی گند بود بله خلکی گند بس ایسی سوار هات بو ارگوش سیلکی بود سیلکی بو هات بو دهان دست پیندار بو خوبتا سخانی خو خانه چیتیر ارگوشی دست پیندار بو بن اثر ریباره دا بند دال دراشی گیرنا این نسیلگی بله اوش لیری بود بس او دیمن آتا قشلی بله دیمن آتا قشلی قشلکه ما شلاند ما تکبیر کرد ما گوتم ما اول شلاند ما هم بون آچی نیاز زیتیج بشلینین زید بله هم چونه یا زیتیج ما شلاند بارزانی نمر آگادار بود که هنگو بشورید کن یا چاو بیجم پیش معلوم آگادار بود بله آگادار بود چاو بله ما خبر داری بله ما اوی شلاند ما گوتی چینه ها شیرون اما تینا شیرون درکی گرده درک قپات گره ولی هچه حال هیونه ای ما هنده شریک دیده بود درک گره و ام چونه جور ولی معاونه که ما گرد بله دوانجه ما لیستاند معاونه که ما گرد
قشل مشلاند اوی شریکت ما گما دابون اوی دیکجی مکینت حرسی دا بله اما شوی شیروانی کس گما دانه بود هم کرد خوب خلقی بنده خوب بود یک بشری شیروانی گما دانه بود بله بس پاکو مشلانده مجاب دا رشید آقای و مدا احمد آقای و جماعت اون مگوتی ما قشل شلان قشلی شده که این آقای دهنگو و شرطه خودی حرسی لیگین حتی سپیدی هم چه تو زانن ولوان شرطه بکن هست که بنا مرگه سوری هست که بین نبلی دی بیجنه مرا مصطفی بله بس سلاح ما تصمیم وان کرد چکی وان بود هرچه که یوم ما تصمیم شیروانی ها کرد هنده دیما دابن چکی وانی خراب و ما بوری ایدی ما چکی وان تصمیم وان کرد یه زیتیش ما تصمیم زیتی ها کرد هنگی او گند خرد آودان بون زیت و ارگوش و مجین شیروان و همه آودان بون شم مکتبه دوام لید کرد بله بله ام هاتی نو ارگوش مزادکه گرد و گل رئیس عرفا که گوتی محمود عرب بو او چند نفره که دی والله ما برنوری هوری ما برنوریم چون نگمرم مصطفی بله ما گوتی ما قشلا شیرون شلونده یا زیتش ما یا شلونده یا ارگوشش ما یا شلونده بله یا مایا یا خرزوک آورده گوتی اویشا شلونده اوی شلان بود گوتی اویشا شلونده بس میرگه سورش یا شلونده بله بس اون زامبتو تشتنگوی نایی لب پرسن کی لپی خوشه هست که دی بین آکری هست که دی بین رانزی ببینه سر که تسلیم کنم بلا بچن یعنی معامله هنگو وکو پیشمرگه و بارزانی نمرد گدیلا معامله که باش بود بس زور من احترام لید گرد بله. من آن دای ما قدر لید گرد بس پا طبعا دشمن بودی ما اوه. سبا دشمن بودی بله بله والله ما گوتم هنگو بین اکیری گوتم ما پی خوشم ما بین روانزی بله ما بین روانزی ما تحویل روانزی بکن هم ناچینه آکری اگر ما بیتن اگر پنگوشی بینم کیف کیف بله حالا ما اینانا میرگه سوری ما اینانا تقریبا گورتوی بله ما بیری محاوله کرد ما گوتی هرم خیر بچین حلوه هر بیری ما گوتی هرم خیر بچین هر نه حتی رونده کچنا بشته هم گوتی اولا تیود گمه بین نبیرون به پیشمرگه آره گوتی نه اولا تیود گمه بین بله دیما کشن حالا ما دو نفر دیل هنارتن بیچک بچه بیچک ما دیل هنارتن ما با معمولا که زوف قوت اگر زورن و ما گاگری تفنگو لیفستینن وای اولو ما تفنگ لیواگی ما بیتفنگ گلرن اینان حتی مزنه مزنش قشلکلی بود مزنه جی بردا و چوبونه حالات اوی، بونه بله. حالات بونه ایش چوبونه بله و اینان هم مزنه رو مزنه گوتی هرم خیر بچن ایتی هم جره و ناین والا اینان او هاتن تسلیم حکومتی بون بله ام هاتی نه هن که چون اف ارگوش پشتین گیان چون بارزانی نمرد چون گیری نام چونه ارگوش بله هم چونه ارگوش ما گوتا مرا مصطفی امید این زاره دامر چد بیجه ام آماده اینه بله حالا ما تقریبا اوه هشتا شورش و ایلولی هشتا دست بی نکرد نه دست بی نکریه بله بس هنگو وکو پیشمرگه جمو جولک هبود بله ما تفنگ دعایی سی واجی بله ما تفنگ دعایی سی انگلیزه گا قد هدیه ما هنگی چکی پیشمرگه باش بو هنگو چه چک زیادتر هنگی چه چک هنگو چکی ما کارتون برنو بو انگلیزی بو بله. جان بیزار بو او سلاح بون بله ما چه سلاح دی نبو بله
دی بو خواردن و خواردن به او وضعی خورن همه مالت خوبون مالت خوب دوی و جابو مهاد بله جابو مهاد گوتیم حس کن 100 نفر ارگوشی بیتا بلی بله بیتا بلی دی پرنو دوی پیرس والله ام هاتین 110 نفر ام هاتین هاتون چونشن که هپ بیا بو پیو بود چه سهرن ارگوش هاتان گشنه بله چند ماهی چند بود چنم بولا یعنی تقریبا روزک و دانه بود روزک بود بله. بازم روزک و دانه که هم گیرم هم هاتین سیلتی بله سیلتی هم در روزالویری بود روزا سیم حرکتی هم چونم بلی بله هم چونه بلیم در باز بون هم چونه سری پیرس لای دست چپوه هنداو نقبا بله بله هم چونه بری سعیده خلیل و عارض بدارینی تریکا ما دابون سده سگیروی سگروی بله هم چونه بری اولا گوتا با جیری و آیدن گویا یدی کسی ملینیه یدی آیدن گویا دشمن بیت نهید آیدن گویا بله حالا هم چونه بری تقریبا 10 روزه که ماه اول بری گیرک خاری بود ما دائما شبه 20 نفر 10 نفر متنار نبری بله او دو 10 نفر هم 20 نفر یه داشتین جیون این چند گونه 110 نفر بود. همش خلکی ارگوش بود همه ارگوشی بود بله گلالای یه ما دا بود باش گلالای ارگوشی بود اوه موتی ارگوشی بود بله بله حالا نیرویه که گوته ما ورنه گوشتی خو ورنه دو حیوان ما بون گوتی اینه ورنیم خوب بن دم را سیم را پنیرن حالا ما 3 نفر نارتن زور گیرون ها نوا 3 تانکت گوشتیت اینای حیوان نه اینان بله حیوان تسلیم سعید و جاتی وان بجین گوش دا گوش دا آره گوش دا تسلیم وان کردن عارض بدارینی وان گوشتکه احمد چوب روسیه احمد توضیح کرد بله حاجی حیدر 10 نفر روی گوری بود هوا که مشوی تنار نی بله اوان دا گوشت دا خون پاش داشتن حاجی حیدر رو بله ما گوشت خور 9 ساعت بینه چو ام پیکوتین گوشته که کو بود گوشتکت آمان 0 دا کلان بود بله بله آمان جنگی بود همه پیکوتین کس نماخر کم جهرایی بود همه جهراوی بله. بود یعنی ستنگو کیز داهنه سر دمرن ده اره والله دمرن صداها و ستنگو زرکت مرن بوسی و بجاری و سپیداری تارم هادن ام گاسین و خاره کانیک خاره بو سار بو دانگار رزادا بو هم برین سوی کانی بله مصطفى پی حسیا بله مصطفى پی حسیا هنارت سلیمان مختار بو بله هنارت سلیمان گوته و چه گوشته والله وجه برسي الجنة كما أبنيت تأمين ويتأمين ويت بواري سلیمان هرنی وانی کی بود سلیمان يسو مرو استومره بله يسو مرو والله ورحاصلي گوشتكا دركوت يت آمانت 0 دا كلانده بله من هم سبا گوتی دیکلوکت ساله ببن هر ایکی دیکلکی بوا کشنا بدنه بدل او گوشت اگه دو خراب بود بدنه دا پلاوینا دا چه ببن بله بله حالا روژا پاشته نه یا پاشته یا دوی
سکانی بود مولا مال مصطفى هاتا نکنگو هاتا نگمه داشت خمودی که علی خلیجی دیده و رادونه که کچکه دست دا و ایریوان کرد بود بله هنگیش هنگو گوچه خود دار رادیوه بله ایریوان کرد بود دی من مصطفى هات قلت بقى حاجة هيدر ما قلت والله حاجة هيدر يتسرى أولا گوش نخور بود 10 نفرن قلت زادي حاجة هيدر ديال خوبم بله مني وقلت يا مختار أباديك لوكادي بونگو چه کرد بله دیدن هنگو نترسن اما جنگ بو آمان جنگ داوزاد او گوشت بونگو چه کرد بو بخم بنا اگر تشتگیری با از دا خمیلی خو بله بس چنین نترسن ده چه بنوای حالا ایک زوری ضعیف بود وقت خودی ضعیف بود بله بله پیش گوش خوردن پیش خوردن ده گوش بود بله ما تفر گوتی اول زوری به سرو بره گوتی نه نه از خوی خومه حالا چو حجای در برو گلوان 10 نفره اما نوالویلی والا گوش دو ما اینا مخار محلاویتا و محخار محلاویتا والله دی ام چی بون بله ام چی بون گوتم اجی شار بن نهین دیمن از دی پرما و چما و سری آکری اگر مشکله چه مشکله نبن داخل آکری بون بله هم عجله نکن هم چه و بنا پاشی وارن بس حتی از جا بینه دم هنگو نه نه جی خوبر ندم جی خوبر نده بله حالا ما گوش که خونه داره روزا سی همچون امر آقا جهاد یشتم بله امر آقا دولا مری بله محمود عوده او جهاد یشتم او جبونه 20-40 نفره تقریبا بونه 5 نفره بله حالا ام سر کفتینه هنده نقبا چون صبر که برای خود این میت کت او برکه دا میت بله او میت مزر ولی دا بروزاد برد یا بری که ام بین بله او جحلات بون میت که هلا بود برکه اوه دا و گند بردا و منم سباتی را چو بود بله گندکه بردا و شری او جودی منم صفای وان را چون او دویری مانوه نچون همچون بون نقبا بله فوجك عسكري قوات سياري نقبا هم ديتين وقت فراويني بو فراوينا خو نخوار هيكيت خود کلانده پریم زایلان بله چاپاست خود پریم زایلان همو تشتی خو هیلا و بس تفنگیت خو برن و چون بله حالا چونه دینارته اولا چونه نقبا مرویره و قرد خودانان و قرد خودانان ایوار اولا هاد نومه بله هاد نومه اولا جماعت وانجی شهر گل که رشکانن چونه و دینارته حالا همین اگر ام باسی به داستان ایلول بگین بجین هر شیستوی که حتی 75 براست رنگ نک برنامه که رنگ ده برنامه‌اش هم نیبروش نبیدن بس اگر مثلا تو ماوای دال شیستوی که حتی 75 کوتا بارزانی نمبر دید بیتن یا بارزانی نمبر بونگول جکی دانیش بیتو قصه کر بن شیرت و رینمای دو چه بونگو کو پیش برد هاتی نوا طبعا ما بری قشل سود ایدی قصر آماده مسود بله چهاری تاجی گوته مگاران آجی بینن بله مگاران آجی اینا بله ام هاتی نو سفته بله هاتی نویرم چونینگ من مصطفی بله از اون نفره که دی چونینگ من مصطفی رینمای تو چه بونه بونگو هم هر دم چیت گوتن کو پیش مرگت چه بکنن والله تقول بس هنگو امانت ملت هنگو امانت ملت دلی ملت نیلن بله لانه ملت بخورتی نخون بله هشیار بین کسیش غدر کسی نکن کسی ملت نهید گازنده لازم بگل در حقیقه بودا
بله ولی دیمانه حکمت هات و حاصلی شهر هات کردن دیگه و هات در باز بود بله من مصطفی جی در باز بود هات چونه لای خیر زوک آورده بله اول سال چند بین اگر بیراته بکرد؟ شستوی 861 شستوی بله ولی لویری مسابقات شهید کردن بله ایدی هم چونه و گفتم هر نوع ارگوش حتی جبهه ما هنگ چند تقریبا تو ماویدا چند بونه نشونه ناف آیل خو خزم کسی و کارت خو چند بونه دیدو والله تقریبا 2 ماه 3 ماه نشون هنگیش بگی تازه نبو بجین نه، دنیا پیش کرد نه، نه نه، تلفن نه، و نه، نه سالک- ریوان و نه سالک هم نشونه چه مشکلی نبود کسی آگل کسیش نبود نه ابدا هنگی والله. درآمد این گرسه چه بول ارگوش هنگو چه بود چه بود درآمد سکش تو کال بود آجل داری بود جو تو کیل بود حیوان بود بله پاس خودان کردن بود چاری خودان کردن پس هنگی اگر تو وقت دا اگر پیاوش هنگی مال نبانل برو که شربانه آفرت هنگی هم پیا بو هم آره والله جن جن. هم پیا بود هم جن بود. هنگی هم مالی خدا کن هم شولا دریشی آره والله من مصطفی پاییزی ریکات من 11 ریکات هات ولات جیره بله خلکی هرکی وانجی استونی و ناچرا اوجی 10 نفر بون یه مدا بون یه سایدی خیلی بله ملا سایدا بون اوج 10 نفر یه مدا بون بله والله زوری نوا ام هاتی نوا والله شونه شوا پاشتر والله ما فردا ما 4 نفر ها این چون نکیری اما 4 نفر خوب فردا ام هاتی نه روبار ام پری درواز بود ندیدی دار سه درواز بود بله والله ام هاتی گشتی نیلا برای بارزانی نمر آرزوی نمر والله ام خرکری نوا بله ام خرکی نوا گوتا ما هم دید گل از حد داون مخرا گوتی والله هم دید گل داوین گوتی زهان کار ندید گل از حد داون بله بله ما گوتی ما توی مشکلانی هم دید گل از حد داوین بله والله ما نمید گل از حد دا شیستویی که حتی 75 چه شرکی گیرن که او شرکی کوی ناو بانگی شر متینا بود شرمتی شر متینا چند روز خواهیان والله 45 روزا 46 روزا خواهیان دست کفتیت هنگو چو بون دستکوتیت ما همه سلاحی وان بود ایوان بله سلاح که سلاح زور سود قصرا بودی بگی دابون آنی برده فیشه کتش همه سود اما توپ و بی کیسی او همه مانوا هنگو شهیدو برین دارد بیری دان اگر بیراته آره بیدن والله ما شهید زور دار بله ما 6 شهید سری امیدی مدان بله سری بامرنی جمع 2 شهیدان جمیلو بله جمیل بامرنی بله و یکی دی کوچر بود از ملویر شهیدان از بریندار مزور دان چهار سر هنگی کو بو برین دارد داده که از خوش بریندار بود هنگو پزیش از گدم بریندار بود تفنگل ویرام دا ویرام دا داری چهار سری کو بونگو داده که تو وقت دا برین دارد دکتر ایدی ما بود ما دکتر گدا بود دکتر ما بود دکتر موشه بود دکتر ابراهیم بود دکتر طیار بود بله دکتر خلیل بود بس فا گل همه باشتر موشه بود بله بله موشه علاجات بریندارات کرد بریندار همه آید دکتر موشی بود بله خوارنه و تو وقت دا کد گشته هنگو اولا خارن یا باشو بله خارن ما پیش مرگه تو وقت اگر چکه که باشو خوارنه و هبید ایدی لا خلاص خارن ما باشه بود ما هم بارد بیگون حتی سالا چند این رخی بادینا مانه و پاشی بارزانی نمره و بوها ترخی بالا کاتی اما نه حتی اخیرا شورش دیگ چود شورش حتی شورش دیگ چود بله دی وقتی روی بارزانی نمره ها ترخی بالا کاتی او بور سال 1907 ریکف نامه کاتا مورکن ریکف نامه 11 آزارت بیجنی بله بله انگه این کیری بون دو وقت هنگول کیری زانی آهنگیل با القمریه بود کنمیدی اول قمریه بود که شورش صلح ديال صدام كان ام قمريه وين بيشتي يولم ام هاتينا بومرني بله. بخاني البومرني چه كرن و دي بحرس حديدي تشكيل كرو
بوونه فوجودان ابو نفع وجود نخیدی پشتی 75 می شورش دیگ جو هنگ هر کری مانه و مال و عیال هنگول کری بوتونه کری ام هاتین بله ام هاتین وقتی که شورش دیگ شو خبردامه گوت شورش دیگ شو ام ورنه ایرانی بله و بزفای خبردامه ام هاتین را بیال از حدو ایسی سوارها دا شهید کردن بله گه 2 نفر هر دو علی ماتی و علی دیزوی هر 3 شهید کردن حتی سالا چند هنگ ایرانی مانه و حتی اخیری ماینه و حتی راپرینه بیشین حتی رو پرینی امرویری بود راپرینش تو بجدار بود اکو پیش مرگه بله از بری رو پرینی ام هاتین عراقی بله ابو بیشین پیش راپرینه ام هاتین ابو شرف و هاتین کرکی عراقی دیری ما فوجت و انستاندن و تصمیم ما بونو بس ما چلی نکرن ها بله إلا إيك حزبي بيتنا ومدى ما ودي ما سلاح دوي وما كرا بيش مريا أو يدي كاجي ماخر بدل ما تسمح ما تيكرن بیشین هر شستویی که پیش شستویی که بیشین لیواتو پیش مرگه بوی حتی تازه بیشین شستویی که حتی تازه بیشین میجوه که تو وقت تازه تو بین کردستان آزاد بوی او آزادی کردستانه او بر همه بیشین خینا شهیده و پیش مرگه قهرمان تا کینگو او تا چند نگود خوش کردی بیشین کو تو بر همه خبات قربان دانا خود بيحد تا چند پیوسته گنجت وکی ما بيحد نوی تازه وکی ما بیشین رست خبات و قربان دانا کسی تا که هنگو بگیرن بيحد او بو کردستان جاره کادی بیشین ام بینی که کردستان تازه آزاده ام ببینه دولت سربسته سر و باز ولا بيحد بو بله. يعني ما چه تقصیری بو کسی نکرد يعني با گنج پیگاندن بله تازه گندتون مزوریا بیشین بونم نه گندگو ارگوشه ام بینی که ارگوش چول بو چول بود تازه بیشین هندک بیشین چک داره پاکی هذا ترحیل تازه چک داره پاکی وان گنده هم گنده گنده هذا ترحیل کردن هندک هاد نوا بله 75 مال هاد نوا ارگوش بله هانا ارگوش آوا کرده و خانه چی کردن حتی دیوای پککه و مککه ها نوی او داره که دی گنده که پیهاده چول کردن تو وکو بیشین فرمانده که پیش مرگی تا چه بوهای بو چک دارد پاکی تا چند پیوسته که بیشین اگر خوب کرد زانن و بیشین وان ریست خبات و قربان دارن هنگو بگیرن و خلکی بیشین او گنده تو بیره که همه هات نه چول کردن هات نه سوتاندن تا چند پیوسته وان گندو آوانه من پککه بشنه مبخو بله زور جارد بوده مسعوده توش قصدا و زحمت پککه راد بی بله پککه کرد نیه بله پککه کرد او نیه بین ما کردینیا کرده و او امید گشته ما کرده گردن ده بیا روژه و کیریه حالا تازه هم بینین که یک بسته خاک کردستانی نک بیشین لا کیریه هریما کردستانی با کری کردستانش که وان جی وانه اتو تازه ناکی لا آزاد کردن والله وان بس معارضت ما بوين الباشیه بله والخرابی چه تقصیر دیگه من نکریه هم بینین که هاندان تازه بیشین کل او جت همه جی اوان برداری و ترک و دانای ریز ترکی بچیکت هادن کشته جنکت کشته زلامت کشته شوانت کشته گندت گوانت صوته. کشته گوانت چول کرده نوکجی حال حاضر نوکجی پککه دشمن ما چه شوه کی کرداتی قلب پککه دانیه اگر تازه گندت هنگوله نبانه و هنگ خلکی هنگوان گندا گرگا بانه و تا چند آواکین بله هم دامیا گنده آواکین دا بیتا دا بنا باجر جادا دا بینه دا دست آبادانی حکومت حریمه داشته مثلا پروژه خدمتگزاری وان نوکش. گنداب کردن نوکجی پککه واضل منطقه ما بینیدن مدت 2 سال مملکت ما همه دی آبو بیتوا بله بله لیو هم سپاسیاتت کن گلک تو آماده بود سودیا رادیو زاری کرمانجی ما وقتش تشکران هم بود زور که سپاسیاتت بلد کن صاحبن عزیزید من زور ممنونی چون که راستی اگر هم باسی خبات قربان دان کن تایبتی شورش ایلوله نه، من چه به نگو شورش که؟ ایلولش بشین شورش های که من چه بارزان نگوتی اگر بیشم حتی صبح و وقت هنب نیوکی نو بیشم وای هر گلس. داستانه که اوچی رو که قلب آره زور ممنونی هم زور سپاسیاتت کن تشکران لیو بود تو آماده بود سودیا رادیو زاری کرمانجی عزیزید من گلک سپاس. سرحد و گلک چاوین سپاس. گلس صاحبن یک دنیا ممنون زور سپاس بله خوشویستانی پیج زاری کرمانجی او هنگو دیدت گلی و حمید ارگوشی بو برنامه پیشمرگی حتی روزکادی و حتی یک شمکادی و حتی روزکادی گل فرمانده گیدی قهرمان بمینن بخیر و کردستانی شریع آبادان بیدن